سلام دوستان، وقتتون بخیر. خواستم که تجربیات خودمون در مورد کانال یوتیوب باهاتون در میون بذارم. میخواستم بگم که کار کردن در یوتیوب خیلی خیلی تخصص زیادی میخواد و رعایت قوانینش خیلی سخته. اگر بخواید که دور بزنید یا از جای دیگه بگیرید، محتوا مال خودتون نباشه، بخواید کپی کنید، بخواید یه تغییری کوچولو بدید بعد بذارید توی کانالتون، همه اینا کارو سخت میکنه. من الان این کانالی که دارم و تقریبا یه ماه دیگه مشخص میشه، ببینم مسئله درآمدش چی میشه. تا حالا 3 کانال من رسوندم به درآمد و این سه کانال، هر 3 کانال تعلیق شده و تو این راه خیلی سخت بوده کار، خیلی سختی کشیدم، ولی ناامید نشدم، باز ادامه دادم. هنوزم ناامید نیستم، دارم ادامه میدم، ولی یه جای کار خیلی ها پس میکشن، کنار میرن. من کانال اولم امید 1614 بود که به درآمد رسوندمش و تعلیق شد، حالا به دلایلی که الان توضیح میدم. کانال بعدی کانال هیچ که اونم باز با تقریبا 6-7 هزار تا مشترک فالوور داشتم، بعدش دوباره تعلیق شد. و کانال بعدی کانال دانسر آندرلایند صرف 25 که اینم همینطور نزدیک 6,000 تا خورده ای، الان شده 7,000 خورده ای. 2-3 بار تعلیق شده که یه ماه دیگه دوباره باید درخواست بدم، یه سری تغییرات انجام دادم ببینم که قبول میکنن یا نه. در کل کار کردن با یوتیوب یه قلق خاصی داره، باید طبق دستورالعمل هایی که گوگل واسش مهمه و یوتیوب واسش مهمه بری جلو و یه سری اشتباهاتی رو که من داشتم و شما انجام ندید. خب موضوعی که من داشتم معمولا تو کانال اولیم، اون امید 1614، موضوع رقص و موسیقی میذاشتم و در کنارش یه سری کلیپ های معنوی و تجربیات معنوی خودم رو شیر میکردم. اون از موضوعی به موضوع دیگه رفتن در مورد محتواتون کمی باعث میشه که آمار بیاد پایین، باعث میشه که بازدید زیاد نخورید و یه سری از موضوعات رو از همون اول که میفهمید علاقمند هستید و میدونید که مردم هم علاقمندند، اونا رو دنبال کنید، اونا رو برید و دیگه تغییر موضوع ندید. یکی هم که محتوایی که از دیگران برمیدارید، اون محتوا خیلی مهمه که محتوای خودتون باشه، صدا و تصویر خودتون باشه و هیچ جای دیگه بازنشر نشده باشه. من میومدم مثلا یه سری از محتواهای دیگران رو، مثلا رقص و موسیقی رو دیگران رو برمی داشتم و اینا رو کنار هم میچیدم، صورت گلچین در می آوردم. مثلا اینا خیلی خیلی بازدید می آورد بالا، بازدید خیلی زیادی می آورد واسه من و مشترک زیادی می آورد، ولی از نظر درآمد
یوتیوب اینجور فیلم ها رو بگم بهتون، اینجور محتوایی رو که گلچین ماننده به هیچ وجه قبول نمیکنه. شاید 1-2 ماه درآمدی بیاد، ولی به محض اینکه میخواد اون درآمد رو بگیرید و بیاد تو حسابت، اونو تعلیقش میکنه. بعد اگه محتوایی رو برمیدارید، از دیگران برمیدارید، اون محتوا رو باز بهش یه ارزشی بدید. باید بهش اون محتوا رو مثلا تفسیر کنید، محتوا رو بیاید روش صحبت کنید، بیاید به صورت طنزش در بیارید، به صورت جواب این ویدیو میخوای بدید و یه نظری، نقطه نگاهی داری شما در مورد این چیزی که تو این محتوا هست، میتونید صحبت کنید دربارش و یه محتوای تقریبا جدیدی خلق کنید. به این صورته که محتوا اگر از جایی برمیدارید ارزشمنده و یوتیوب قبول میکنه. و اون عوامل انسانی، حالا به جز هوش مصنوعی، و عوامل انسانی هم که داره قشنگ بررسی میکنه و نهایت هم اگر گیر داد میتونید اعتراض بزنید و بگید من طبق این مبانی شما، طبق این اصولی که شما، مجوزی که دادید من کار کردم و احتمالاً ازتون قبول میکنه دیگه. تو محتواتون چیزایی مثل خشونت نباید باشه. من محتوایی که توی خشونت بود و درآمدش رو سریع قطع میکرد و همین. خیلی سخته کار تو یوتیوب، واقعا سخته. من کانال اولیم نزدیک 16-17 سال اون کانال رو داشتم و تقریبا 2 سال آخرش رو سخت میخواستم که دیگه فعالیت کنم و اون همه اون تلاشی که کرده بودم رفت، کل کانال برداشته شد و هیچ وقت دیگه بهم پس نداد و ارزشی هم نداره که بخوای حالا قصه رفته رو بخوری و بخوای حالا عجز و نالی کنی. به نظر من تو این راه باید کار درست رو انجام بدید و هر وقت که نامطمئن حرکت میکنی و پا روی سنگ نامطمئن میذاری که لغزنده است، از جا در میره و این اصلا درست نیست. هر چقدر تو مسیر اشتباه تلاش کنید راه به جایی نمیبره. حالا به جز این که یه سری تجربیاتی که آدم گیرش میاد، واسه منم تجربه شده و من ناامید نیستم و صبر میکنم دوباره و میخوام که این مسیر رو دوست دارم تولید محتوا رو دوست دارم. در کنار اون کارم، در کنار کاری که دارم، یوتیوب رو خیلی دوست دارم و دوست دارم که تو این راه موفق بشم. حالا درآمد اون میوه و محصول کاره، هر کسی نیاز به درآمد و اون پول داره. حالا هم مشوق راهه، ولی تو این مسیر من محتوایی که تولید کردم، حالا تجربیات معنوی، رقص، موسیقی، آشنایی با فرهنگ ایران زمین که مردم دنیا رو بشناسن، من رو بشناسن، آشنا کنم با فرهنگ ایران زمین، این هم همیشه یکی از مشوقای کار من بوده و صرفا فقط درآمد نبوده مشوق من. خب این یه سری تجربیات بود، امیدوارم که به درد شما بخوره. ممنون، روز خوبی داشته باشید.